یک بار دیگه سلام میگم. من مریم هستم و امروز خیلی خوشحالم، واقعا از ته دلم خوشحالم که تک تک شما رو میبینم نزدیکتر. فکر کردم صدای یک شمالی بلند کافیه. خب من حالا اونایی که شمالی هستن بندم از آره من یه شمالی هستم که خدا من رو خونده و خدا داره قوم‌ها رو برمیگزینه و این چقدر باعث افتخاره. واقعا امروز وقتی داشتید پرستش میکردید کلی لذت بردم. ممنونم از تیم پرستش. وقتی که سرود خدا مرا آزاد کرد گفتم خدای تو رو شکرت میکنم که ما رو آزاد کردی، ولی شکرت میکنم که کارت یه بار نبود، این کار ادامه داره. این فقط من آزاد شدم تموم شدم نیست. و پیغامی که خدا تو قلب من گذاشته چند هفته است و شما اولین کسایی هستید که میشنوید در مورد همینه که خداوند با من و شما، با تک تکمون، این درس برای همه نیست، انفرادی با تک تک ما کار داره، برای ما یه رویایی داره. خب میدونید مریمم 20 سال ازدواج کردم، همسرم جیمز انگلیسیه، یه 2 فرزند دارم، یه دختر 11 ساله و یک پسر 16 ساله که پسر من عاشق بازی‌های الکترونیکیه، چیزی که الان همه دوست دارن. و خب یه چیزی که ازش یاد گرفتم تو این بازی‌های الکترونیکی، مطمئنم بعضی از شما هم بازی میکنید، اینه که معمولا تو این بازی ها همیشه یه مرحله هست، این رو انجام میدی باید بری مرحله بعدی، سنگین‌تر میشه، چالشاش بیشتر میشه و این گیما، این بازی ها بهت کمک میکنه که هر مرحله یه مهارتی به دست بیاری برای مرحله بعدی، چالش سنگین‌تر. منم این رو راستش تو زندگی یاد گرفتم که وقتی خدا داره من رو آماده میکنه برای کاری، این تجربه شخصیه و تجربه‌ایه که با عزیزای دیگم که وقتی صحبت میکنم توی خدمت هستن میبینیم. خدا به ما اجازه میده از شرایطی و چالش‌های عبور کنیم، از یه مراحلی باید بگذریم که هیچ کدومشون بی دلیل نیست. خدا میگه تک تک موهای سرتو شمردم، پس هیچ چیزی بی دلیل نیست. و امروز هم اسم پیغامی که من برای شما دارم اینه که خدا رویایی برای تو داره و در حال آماده کردن شماست، نه شمای جمع، شمای تک. این چند هفته گذشته در مورد زندگی یوسف میخوندم توی کتاب عهد عتیق و احتمالا خیلیاتون باش آشنایی خوبی دارید، ولی خدا این بار یه نگاه تازه‌ای به من داد تو این زندگی با این چیز که میخوام با شما در میون بذارم و امیدوارم باعث برکتتون بشه. خدا در حال آماده کردن یوسف بود. یوسف همونطور که میدونید یه شخص، وقتی داستانش رو تو پیدایش میخونیم بعداً داخل داستانش خیلی بهتر از اول داستانشه. یوسف از بابهای 37 پیدایش داستان یوسف شروع میشه. یوسف توی خانواده پرجمعیتی به دنیا اومده بود و حالا نمیدونم چند نفر شما از خانواده‌های پرجمعیت اومدید، من یکیشم. همیشه داستان وجود داره تو این خانواده ها، همیشه میشه یک کتاب نوشت، این کارو کرد، اون کارو کرد. خواهر برادرها زیاد میشن زیرا به همدیگر رو راحت میزنن و تو این خانواده ها همیشه یکی دو تا هستن که سوگلی خانوادن، پدر مادرها به اون یه جور دیگه نگاه میکنن. حالا بعضی وقتا اولیه، بعضی وقتا پسر خانواده است، بعضی وقتا تتقاری خانواده است. یکی هست که عزیز دردونه هست و یوسف این عزیز دردونه بود. به هر حال پدرش 14 سال کار کرد که با مادر یوسف بتونه ازدواج کنه. راهیل خیلی زحمت کشید. برادر استیفان هم من شنیدم که خیلی زحمت کشید که ایشون رو عاشق کنه که بابا با من ازدواج کن. یعنی ایشون فکر کنم برادر استیفان درد یعقوب رو میدونه که وقتی یه چیزی رو به دست آوردی بعد از مدت‌ها قدر اون رو یه جور دیگه میدونی، یه چیز دیگه است برات. این داستان. خب راهیلم زایمان بچه دار نمیشد و وقتی بالاخره
پسر اول یا بچه اولش یوسف رو به دنیا آورد، خب یوسف شد عزیز دردونه باباش. با اینکه یعقوب خیلی بچه‌های دیگه قبل از اون داشت، یوسف رو یک جور دیگه دوست داشت. این داستان شروع یوسف بود و یوسف هم کم کم نوجوان شد، یاد گرفت که زیرا بقیه رو بزنم چون بابام هیچی بهم نمیگه، منو دوست داره، برای من لباسای بهتر میخره و این باعث شد تنش بین برادراش ایجاد بشه و میگه برادراش از اون نفرت داشتن. بچه‌هایی که همیشه از حمایت بیشتر پدر مادر قرار میگیرن یه مقدار جسورتر هستن، نه؟ یه ذره اعتماد به نفسشون انگاری بیشتره، خیلی خب من میتونم، فکر میکنن دنیا رو من میتونم فتح کنم. و یوسف هم خب این رو داشت چون خیلی مورد علاقه بابا و مامانش بود. ولی این داستان ادامه پیدا میکنه که یوسف یه خوابی میبینه، میره به برادراش میگه و برادراش معنی این خواب رو به یوسف میگن و کلی هم از دستش عصبانی میشن که تو میخوای بر ما سلطنت کنی؟ ای جوان چه رویایی در سر داری؟ تو فکر کردی کی هستی؟ ولی خدا رویایی برای یوسف داشت و در حال آماده کردن او بود. وقتی برای دومین بار تو پیدایش میبینیم که باز میگه یوسف یه خواب دیگه میبینه، میره پیش برادراش، پیش باباش، من یه خواب دیگه دیدم، این دفعه بابا هم هست. فکر میکرد خب حالا بابام حواسش به من هست دیگه، زیرا به من شاید برادرام توبیخم کنم ولی بابام هست. این دفعه باز باباش توبیخش کرد که این خوابا چیه داری میبینی؟ این رویاها چیه داری میگی که میخوای بر ما سلطنت کنی؟ ولی باز هنوز یوسف متوجه نشده بود که خدا رویایی در سر داره برای یوسف و داره اون رو آماده میکنه و این رویا رو داره بهش نشون میده. ولی یوسف هنوز خام بود، جوان بود، متوجه نشده بود. تا اینجا داستان میبینیم یوسف معنی محبوب دل باباش بودن رو فهمیده و این محبوبیت هم براش خوب بوده، محبوبیت داشته، عالی بوده، ولی هم باعث شده بود که یه تنفر و بدبختی تو زندگیش پیش بیاد. برادرایی که ازش اونقدر متنفر بودن که آرزوی مرگش رو داشتن و آخر سرم اون رو فروختن به بردهداری. ما خیلی وقتا تو ایماندارا تو ظاهر میگیم سلام، عاشقتم، قربونتم، ولی قلبمون شاید صاف نباشه، یه ذره شیله پیله داشته باشه. ولی خدا برای من و شما هم رویایی داره. باز با وجود شیله پیله هایی که وجود داره، باز خدا برای ما رویایی داره و برای هر کدوم ما میخواد ما رو برای آماده یه کاری بکنه. وقتی یوسف از خانواده‌اش جدا میشه، وارد یه مرحله جدیدی میشه. وارد مصر میشه، زبان جدید، فرهنگ جدید، غربت که همه ماهایی که اینجا هستیم فکر میکنم این تجربه رو داشتیم. ولی یه چیزی که توی باب 39 پیدایش آیه 2 میگه خدا با یوسف بود و خدا در اون کاری که انجام میداد او رو کامیاب میکرد. خدا بود این کار رو میکرد. یوسف یه آدم اعتماد به نفس داری بود که فکر میکرد زندگی متعلق به منه، ولی فهمید که اینجوری نیست، حالا برده است، ولی خدا او رو داره کامیاب میکنه. یوسف اینجا از دید من تازه انگاری دوزاریش افتاده. چیزی که من متوجه شدم اینه که تازه متوجه شده معنی لطف و محبت خدا قرار گرفتن یعنی چی. معنی لطف الهی رو فهمیده بود. برای اولین بار تازه دوزاریش افتاد که من انگاری عزیز دردونه خدام هستم، من سوگلی خدام هستم. یه جوری تجربه کرد. ولی یوسف همزمان که داره این رو تجربه میکنه، میگه تو بردهداری به فوتیفار و زنش فروخته شده بود و عزیز دردونه اونام شد. یه ذره عزیز دردونه زن فوتیفار بیشتر شد که همینم براش دردسر ایجاد کرد، چون زن فوتیفار عاشقش شد و زیرابش رو زد و باز
یوسف موند که در حال یاد گرفتن تناقض بین مورد لطف و محبت خدا قرار گرفتن و مورد لطف و محبت انسان قرار گرفتن و داره این تناقض رو تجربه میکنه. نمیدونم چند نفر از شما تجربه کردید که میای کلیسا، محبت خدا رو تجربه میکنی، روح القدس میاد، بعد تجربه انسانی هم تو کلیسا میبینی، بعد خیلی چیزا به هم میخوره، ولی این تناقض رو داری تجربه میکنی. با این وجود باز خدا میگه رویایی برای یوسف در سر داشت و در حال آماده کردن اون بود. فصل جدید زندگی یوسف، به زندان افتاده. یعنی همینجوری زندگیش پر تلاطمه، یه چالش بعد یه چالش. کسی که با ناز بزرگ شده حالا تو چالش‌های مختلف افتاده. تو زندانم وقتی وارد میشه میگه یوسف زیر نظر لطف و محبت رئیس زندان بود. این دفعه یوسف ما سگالی زندانبان شد. میگه کارا رو میداد زندانبان به دست ایشون و دیگه خیالش راحت بود دیگه. ولی انگاری یوسف هنوز درسش رو یاد نگرفته که این لطفی که انسانها بهش دارن، تو انگلیسی نمیدونم برای من یه ذره فکر می‌کنم قشنگتره، میگه favor of God، اون محبت و احسانی که از دیدگاه خدا میاد، با یه چشمی نگاه میکنه، با اون محبتی نگاه میکنه که دنیا رو برات میذارم، پسر خودم رو بهت میدم، هم اون محبت و این محبت این مدلی رو خداست که تو قلب افراد میذاره. این یه چیزیه که من تجربه کردم تو زندگی، با ایماندارای دیگم که صحبت میکنم این رو تجربه کردن که وقتی خدا میخواد ما رو برای یه کار خاصی آماده کنه، همه ما یه سهمی در داستان خدا داریم، همه ما، تک تک ما، حتی این بچهای کوچولویی رم که امروز دعا کردیم، اینها هم در پادشاهی خدا یه سهمی دارن، ولی بعضیا کاراشون متفاوته، خاصه. وقتی خدا میخواد برای اون کار خاص شما رو آماده کنه، به یه قسمت از زندگیتون خیلی گیر میده. یعنی انگاری هی میگن چی میگن، پیچ سپیچه، چی بهش میگن، این سپیچ گیر میده، هی یه چالش رو میگذرونید، دوباره فکر میکنید پیروز شدم، دوباره بعدی میاد، دوباره پیروز شدم، دوباره بعدی میاد، تو همون قسمت گیر میده. و انگاری توی زندگی یوسف خواب و رویا و آماده شدن یوسف خیلی با هم در کنار همه. وقتی تو زندان هست، تو سناریوی زندان، تو این فصل داره زندگی میکنه، باز میبینیم داستان خواب میاد تو زندان، داستان ساقی و نانوای فرعون که اونام یه خواب میبینن. انگاری خدا هر دفعه میخواد این چالش رو تو زندگی یوسف بیاره و این چالش خواب رو استفاده میکنه، اجازه میده این بیاد. و این بار دوباره باید یه اتفاقی بیفته، ولی این بار یوسفه که داره تعبیر میکنه، ولی جواب یوسف تو خوابهایی که قبلا خودش دیده بود برادراش تعبیر میکردن، اسمی از خدا نبود که خدا داره این کارا رو میکنه، فکری از خدا نبود. ولی اینجا وقتی تو آیه 8 باب 40 پیدایش نگاه میکنیم، یوسف یه چیزی دوزاری انگاری یه دونه نمیدونم کیا از قدیم این تلفنایی که بیرون سکه‌ای بود، بعد سکه یه دونه مینداختیم بعد ادامه میدادیم، این انگاری دوزاریش یکی یکی میفته. و یوسف اونجا میگه مگه تعبیرها از آن خدا نیست؟ انگاری این دوزاری هم افتاده که تعبیر خواب و رویا از آن خداه. این جمله به نظر من خیلی عجیبه. انگاری یوسف به یه بلوغ جدید روحانی رسیده و فهمیده یه سری چیزایی که اتفاق میفته متعلق به خداست. یوسف به یه پیروزی جدیدی رسیده، ولی پیروزی کامل نشده. هنوز خدا براش یه رویایی داره و خدا داره آمادش میکنه. یوسف یاد گرفته مورد لطف خدا بودن یعنی چی؟ مورد لطف یکی دیگر بودن یعنی چی؟ یاد گرفته خواب و رویا متعلق به خداست، تعبیرش مال خداست.
یوسف تو چالش هایی که پشت سر گذاشت، بردگی، برادرات تو رو میفروشن، ازت متنفرن، میفروشن، برده میشی، میری خونه یکی زندگی میکنی، اون طرف به تهمت میزنه، تهمت ناروا، وارد زندان میشی. تو همه اینا کم کم داره انگاری بزرگ میشه، هنوز نفهمیده داستان چیه، چرا خدا این رویا رو بهش داده، ولی یاد گرفته. انگاری تو این با آیه ها میبینیم که هر جا، هر موقعیتی که میذارنش اونجا باید درست عمل کنه، باید بهترینش رو بذاره. و وقتی بهترینش رو میذاره، توی بردگی بهترینش رو میذاره، تو زندان، تو شرایط سخت بهترینش رو میذاره، میگه خدا او را کامیاب میکرد. یوسف کامیاب نمیگه، یوسف کامیاب شد، میگه نه، خدا او رو کامیاب میکرد. ولی هنوز یوسف ما فارغ التحصیل برای کاری که خدا برای او در نظر گرفته نشده و هنوز داره آماده میشه. خدا رو شکر برای فارغ التحصیلی ها که یه زمانی میشه خدا میگه اوکی الان از این درس فارغ التحصیل شدی و میتونی برای این کار استفاده کنی، ولی معنیش این نمیشه که دیگه این فارغ التحصیلی آخریه، چالش های دیگه ای هم میاد اون به موقعش. ولی توی پیدایش 40 آیه 14 میبینیم که یوسف تو در مورد تعبیر خواب اینجا خیلی خوب عمل کرد و به ساقی فرعون وقتی که دید تعبیرش خوبه گفت وقتی که زمانی که برای تو نیکو شد من رو به یاد بیار، از اینجا آزادم کن. دوزاری یوسف نیفتاده که آزادی تو، کامیابی تو به طور کامل اگر میخوای این رو به دست بیاری فقط و فقط خداست. هنوز انگاری بین این تناقض بین خدا کامیابم میکنه یا انسان داره من رو آزادم میکنه، محبت میکنه، مورد لطف قرار میده، هنوز تو این درگیره. یوسف از ساقی میخواد که تو نظر لطف به فرعون بگو، نظر لطف به من کنه. یوسف تجربه لطف خدا رو داره ولی این تجربه رو هنوز درک نکرده که خدا هست که باید نظر لطف رو در دل بقیه نسبت به شما قرار بده. من این رو دیروز با صحبتایی که با خرسوسن عزیز داشتم میکردم دیدم، وقتی که در مورد شما داره صحبت میکنه چنان با ذوق و محبت مادرانه انگاری در مورد بچه هاش داره حرف میزنه. این هر کسی نمیتونه، این چیزیه که خدا تو قلب افراد میذاره و خدا گذاشته این نظر لطف رو در قلب ایشون و برادر استیفان که شما رو محبت کنن و این رو هنوز یوسف تو اینجا یاد نگرفته بود. ما هم وقتی به مرحله نومیدی بیچارگی میرسیم که همه ما توی سیستم پناهندگی رسیدیم، دستمون رو دراز میکنیم آقا یکی محبتم کنه و این کمکم کنه، یکی این راه نجاتم بده. اینم اصلا مشکلی نیستا، این نیست که من بگم این کار درست نیست، ولی شاید بهتر باشه اولین قدم ما کم کم یاد بگیریم، بیام بگیم به خدایا تو کمکم کن و نظر لطفت رو در قلب دیگران بذار که وقتی یکی پروندم رو نگاه میکنه، یکی چالشای بچم رو میبینه، چالشای زندگی خود من رو میبینه، چالشایی که من و همسرم با هم داریم رو میبینه، سر کارم چالشا رو میبینه، بذار اونها با چشم لطف، با اون فیور، با اون احسان تو به من نگاه کنن. این دعا تو زندگی خود من خیلی عمل کرده و دعاییه که من هر روز بچهای من دیگه مسخرم میکنن، میگم باز مامان میگه فیور خدا، میگم این تجربه رو وقتی بکنید که از چشم خدا به شما نگاه کرده بشه خیلی متفاوته تا یکی همینجوری محبتت کنه. خدا حالا این مدت میگذره، خدا تو زندانم که یوسف بود هنوز این رویا رو داره برای یوسف و داره آماده یه کاری میکنه که هنوز یوسف متوجه نشده. مدتی میگذره و تو پیدایش باب 40 آیه 14 باز یک خواب و یک رویا.
یکی دیگه خواب میبینه. این دفعه فرعون زمانه. فرعون یه خوابی میبینه که هیچ کسی تعبیرش نمیتونه بکنه و اونجاست. پس یوسف داره زندگیشو تو زندان ادامه میده، خدا کامیابش میکنه، ولی باز یه خوابی میاد که با زندگی یوسف دوباره وصل میشه. خدا داره یه کاری میکنه. این دفعه وقتی که یوسف به حضور فرعون آورده میشه که تعبیر خوابش رو بکنه، یوسف خیلی فروتن شده. سالهای زندان، سالهای بردگی، سالهای چالش، سالهای یادگیری زبان، فرهنگ مصر اون زمان یک فرهنگ بزرگی بود. همه اینا این رو بزرگ کرده و اینجا یوسف وقتی که تعبیر میکنه هیچ چشم داشتی نداره. میگه باید چی کار کنی؟ این خوابته. و میگه برو یه آدم حکیم رو پیدا کن که بتونه مردمت رو نجات بده با این وضع، با این چیز، بدون اینکه هیچ چیز درخواستی داشته باشه که ببین من روح خدا در منه ها، بیا از من استفاده کن. هیچ چشم داشتی نداره. میگه این تعبیرشه، اینم برو یکی رو پیدا کن. و اونجا خدا در دل فرعون زمانه محبت میذاره نسبت به یوسف که میگه مگه مردی حکیمتر از این شخص داریم؟ تو شخص دوم این مملکت شو. یوسف بالاخره فارغ التحصیل شد، درسش رو یاد گرفت که من باید توی همه چیز به خدا تکیه کنم، حتی وقتی میخوام محبتی رو دریافت کنم، حتی زمانی که میخوام کامیاب شم. خدا این درس خاص رو برای یوسف داشت. خوابی که رویایی که خدا برای یوسف داشت و یوسف بالاخره آماده اون شده بود این بود که یوسف باید باعث نجات قوم خودش، نه ما هر دفعه میکنیم ما مسیحا باید برای قوم خودمون انجام بدیم، یوسف نه، برای قوم مصریان رو نجات داد و قوم خودش رو و فامیل خودش رو و برادرانی که از اون متنفر بودن و پدری که اون رو توبیخ کرده بود با اینکه دوستش داشت. رویا تازه فهمید، این دوزاری بالاخره افتاد و فهمید که رویایی که خدا برای او داشت چیه. رویای اون این بود که باید باعث برکت دیگران باشم، باعث بنا و تشویق باشم. خدا برای همه کسایی که او رو میشناسن از او درخواست کردم وارد زندگیشون بشه. خدا برای اونها رویا داره. خدایی که من توی مسیحیت شناختم یه خدای جنتلمن هست. خدایی که زورکی نمیاد بگه تو این کار رو بکن. خدایی که میگه اجازه، میگه مسیح بر در ایستاده میکوبه، اجازه میگیره وارد زندگی ما بشه. و خدا داره یه داستانی رو مینویسه و این خدای ما سالیان ساله که یه داستانی رو می‌نویسه و من و شما و شما و شما هممون یک نقش خاصی درش داریم. درسی که من برای رویای خدا باید یاد بگیرم با درس شما متفاوته، با درس خواهر سوسن متفاوته. درسی که هر کدوم ما باید یاد بگیریم متفاوته. اینکه ما کی فارغ التحصیل میشیم به من و شما ربط داره. نمیدونم، من فکر می‌کنم درس خدا یه جورایی مثل این درسای مکاتبه‌ایه که بردرسیفان عزیز گذرونده، چون باید تلاش میکرد، باید قربانی میداد، باید اعتماد میکرد، باید تمام زندگیش رو متفاوت میکرد که بتونه انجام بده اون رویایی که خدا بهش داده بود و رویایی که خدا بهش در سر داشت. چقدر تلاش میکنیم، چقدر اعتماد میکنیم، چقدر امروز چشم ما به اینه که کی میخواد منو محبت کنه، مورد لطف کی هستم. چقدر دلمون میخواد امروز که بدونیم امروز من عزیز دردونه کیم. یا این فرهنگ توی خب از بچگی ما این صحبت کردیم، به ما مثلا برم مغازه دارشم به ما یاد دادن که نه اینا کارهای شریفی نیستن، کارهای خوبی نیستن. یه
اعلاناتی رو ما شده، ولی خدا هم رو ما اعلانات داره و خدا میخواد به اون جایی که اون استعدادهایی که او به من و شما داده احترام بذاریم و اونجا بدرخشیم. شما اگه یه معلم چی میگن ساندی اسکول کانونشادی خوبی هستید، اونجا بدرخشید. اگه کسی هستید که مهمان نوازید، اونجا بدرخشید. خدا برای شما رویا داره در جایی که ایستادید، جایی که شما رو خوشحال میکنه. امروز واقعا میگم پیغام من برای شما اینه: شما تو چه فصلی هستی؟ تو بهارتونید؟ توی پاییزتونید؟ نمیدونم، ولی چیزی که خدا تو قلب من گذاشته اینه که اگر اجازه دادید عیسی مسیح سرور قلبتون بشه و گفتید از من استفاده کن، اجازه بده تو اون جایی که قوت توه، جاییه که خدا اون رو در تو گذاشته، در اونجا بدرخشی، تو جایگاهی که خدا برات داره بدرخشی. اجازه بده که خدا درت کار کنه. چه بسا در اون جایی که هستی میتونی باعث برکت، بنا، نجات خیلیا بشی. چه بسا که همون استعداد تو، همون جایی که، همون عصایی که خدا دست شما داده، همون میتونه راه نجات خودت هم باشه، نه فقط راه نجات خیلی های دیگه. همونجاست که خدا میخواد بلندت کنه. پس واقعا امروز میگم دعای من اینه که اون چیزی که خدا در دست تو گذاشته، اون قنطاری که به تو داده، اگر یه دونه هست ارزش اون یه دونه رو بدون. اگر 10 تا هست خدا همون 10 تا رو ازت میخواد. اونجا به خدا اعتماد کنی و اونجا اجازه بدی که خدا آمادت کنه که بتونه در قسمتی از داستان خدا که برای من و تو داره، ما داریم ازش میگذریم و خدا داره از ما استفاده میکنه، تو اونجا برای خدا بدرخشیم. خدا برکتتون بده. واقعا ممنونم که اجازه دادید امروز این پیغام رو به شما بگم و امیدوارم که با قلب شما صحبت کرده باشه.